جهانی کشتی آزاد و آقا مصطفی حسینی عزیز و گزارش مسابقه در کنار هم تماشا می‌کنیم. بسیار ممنون و سپاسگزارم. کشتی حساس کامران قاسمپور در مقابل ابراهیم کادیف روس در 1/4. دوستان برش پر افتخار کشتی از کشتی حساس این دور از رقابت ها کادیف روسیه باند قرمز مبارزه میکنه و درآمد کشورمون کامران قاسمپور که 2 پیروزی پی در پی و جانانه داشته کشتی کشورمون و حالا در سرشاخ سعی میکنه روی دستان حریف خودش کار کنه. کادیوف هم یه روس کشتی بلد هست و زیر و بم کشتی کاملا بلد هست و بدلکار هم هست. روی بعد زمانی که زیر ازش میگیره خوب بدلکاری میکنه. در مسابقات تیم به تیم که با روسیه داشتیم در خانه خودشون موفق شد کشتی ما 7-5 شکست کشتی شکست داد. اما 3 دقیقه نخست 5-2 عقب بود از این کشتی. اما بعد از اون با حملات پی در پی خودش با زیر گیری ناب ایرانی خودش جادوگر وزن 86 کیلو کامران قاسمپور موفق شد این کشتی رو در خانه خودش شکست بده. حالا با 2 دستی دست رو در اختیار میگیره کامران و اینکه بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. یک بار دیگه در تلاش هست که بتونه کامران باز هم در تلاش دیگه بتونه با قوس کردن هایی که به اجرا میذاره حریفو دستو بتونه زیرگیری کنه. کاملا کشتی رو بسته این کشتی میدونه. 2 بار قهرمان جوانان جهان شده کادیوف. کشتی ما هم که 2 بار در بزرگسالان جهان قهرمان شده. 2 سال هم امیدای جهان و کلی بار از میدان تجربه. آقای احسان امینی مربی اسلام آباد در استان کرمانشاه کاملا کشتی رو زیر نظر داره و سعی میکنه که نکات لازم به او بگذاره. آقای پژمان درستکار هم سرمربی کاملا نکات رو به او تذکر میده. ما 2 دست یک دست در اختیار کامران هست. اختیار 30 ثانیه برای کادیوف در نظر گرفتن. حالا 30 ثانیه بگذره یک امتیاز برای ما در نظر خواهند گرفت. اینجا یک امتیاز برای کشتی ما در نظر میگیرن. 1-0 کامران قاسمپور پیش میفته. کامران قاسمپور موفق بشه تا این لحظه بعد که ببینید به مزی که خیز برمیداره برای زیرگیری چگونه حالا از سمت چپ براز هنرمندانه قوس میکنه. این قوس کردن ها برای زیرگیری یک بار دیگه اقدام میکنه اما باز هم نمیتونه به پاهای بیدار این کشتیگیر برسه. دستا رو به شکلی قرار داده، گارد رو به شکلی قرار داده که زیرگیری از اون سخت و دشوار. حالا یک بار کادیوف که خیز برمیداره برای زیرگیری. کامران قاسمپور اجازه کار به اون نمیده. همچنان در سرشاخ سعی میکنه شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. کادیوف هم کاملا حرکات کامران قاسمپور رو زیر نظر داره. 2 پیروزی 10-0 در مقابل کشتیگران قرقیزستان و مغولستان کارنامه کامران قاسمپور بوده و کادیوف هم رقابت خودش رو با اقتدار شکست داده. 4 ثانیه از وقت نخست باقی مونده. یک امتیازی گرفته با اختیار هست و وقت 30 ثانیه استراحت فرا میرسه. میرن از مربیان خودشون بعد از این کشتی هم یک کشتی برگزار بشه. بعد از اون کشتیگیر کشورمون کشتی خواهد گرفت. امیرحسین زاره با حریف از گرجستان ببره انشالله با برنده بحرین که روس هست و کادیوف روس که موفق هندرستان رو شکست بده. این باخت هندرستان در 125 کیلو به نفع ما هست در تیمی چون ما رقابت نزدیکی داریم با امریکایی ها. حرکات از طرف ما میبینیم زیرگیری که سعی میکنه به اجرا بذاره. ببینیم بی محض اینکه دست رو میبره به زیرگیری چگونه خود پاشو به عقب پرتاب میکنه. وقت دوم مبارزه دوم 2 کشتیگیر یکی در زیرگیری استاد یکی از بهترین زیرگیری های دنیا در مقابل کادیوفی که به سبک بوبارساسیوف کار میکنه. بدل کارش دقیقا مثل او هست. بدل برزی اقدام میکنه. یک بار دیگه همچنان این بار هم نمیتونه به پای حریف برسه. یعنی نمیتونه دستانش عبور کنه. کاملا گارد و بسته این کشتیگیر. نوارستان 2 کشتیگیر از هم دیگه جدا میکنه. کشتی 1-0 تا این لحظه به نفع کامران قاسمپور که با بانک پردی وزیری اقدام از میکنه از پهلو در ضد حمله. این کادیوفی که زیرگیری میکنه و سعی میکنه خاک کنه کشتیگیر ما رو. همچنان به دنبال خاک کردن اینجا سعی میکنه به پل بزنه. میره برای یه پارو کار. حالا فیتیلی پیش هم جفت جور بشه کار خطرناک میشه. به پل میزنه کشتیگیر ما رو و 2 امتیاز میگیره. بالاخره تو این پیچ ها همیشه روس ها برنده هستن. تو پیچ های کشتی
این هم که کشگیر فنی و بدلکار. یک امتیاز پیش میفته 2-1. کادیوف از کامران قاسمپور جلو میفته و کتاسب یه لحظه با هم دیدیم. بیازیم به ادامه کار. کامران قاسمپور حالا با زیرگیری زیبا، تکنیکی، سرعتی، فنی خودشو به اجرا بذاره و بتونه به پاهای این کشتیگیر روس برسه و او رو شکست بده تا بره به نیمه نهایی بعد از اون والنسیا کشتیگیرشو برگزار کنه. حالا بعد از ثبت این روس توانمند، بدلکار، کشتی بلد، زبل و بعد افت عبور کنه و بتونه به والنسیا برسه. برای اقدام میکنه. حالا یه زیرگیری از کادیوف، سعی میکنه زیرگیری به اجرا بذاره. خیمه سنگین از همونجا سعی میکنه اینجا موفق میشه یه لحظه تا دو ردف به هم بزنه. یه 2 امتیاز برای کشتیگیر روس در نظر میگیره قاضی و ببینیم که 2-2 میده دیستوشک. ببینیم چه رأی رو خواهند داد. 2-2 رو تایید میکنن. حالا خاک میکنه کشتیگیر ما حریف خودشو. به دنبال بالانداز هست. کشتیگیر ما رو خاک میکنه و 2 کشتی تو خانه 5-3 میشه. تابلو امتداد 5-3 رو نشون میده. 5-3 کامران قاسمپور انای زانو احساس ناراحتی میکنه. بلند میشه از جای خودش. بلند میشه. وزنی که 8 مدال حسن یزدانی در مسابقات مختلف گرفته. طلا نقره و برنز جهان رو گرفته. 8 مدال. تقاضا چالش میکنن مربیان روس و حالا مربیان ما یه لحظه قرمز نشون داد. حالا مربیان ما تقاضا چالش میکنن چون 2 امتیاز هم دادن به اون. درست است. باید تقاضا میکردن. 2 امتیاز هم دادن و کشتی حالا شد 7-3 که آقای احسان امینی با نظر آقای پیجمان درستکار تقاضای چالش میکنن. فیلم بازبینی میکنن. فکر نمی کنم که یه 2 امتیاز آخری که داشت آقای لمنت، آقای کویکه و فیلم بازبینی کنن و بعد از اون رأی رو اعلام خواهند کرد. دنیس سارکوش رو یه لحظه دیدیم، سرمربی تیم روسیه رو و این آقای احسان امینی کنار دوشک. او هم نکات لازم میگه کشی سخت و دشوار است. ما برای کامران قاسمپور یه طلا در نظر گرفتیم. اعتقاد داریم که او حقشه بیاد این مدال طلا بگیره با اون توانمندی و اون زیرگیری که داره. درسته قرعه‌اش هم خیلی سخت و دشوار، ولی کسی میخواد طلا بگیره با همه رو شکست بده. کسی که طلا میخواد با همه رو شکست بده دیگه. حالا ببینیم که بازم فیلم بازبینی میشه. به اعتقاد من اصلا نباید 7-3 باشه تو پیچای کشتی. این هم آقای احسان امینی رو مشاهده میکنید. یکی از مربیان پرتلاش و زحمت کشه استان کرمانشاه اسلام آباد غرب و مربیان پرتلاش ما در کنار تشک هستند. آقای پیجمان درستکار و همه بزرگان کشتی حضور دارند. دیگه بخوایم نام ببریم باید یه شاهنامه تعریف کنیم برای شما عزیزان. واسه می‌ترسه به دنبال ببین پیچیده هست که اینقدر طول کشید. حالا آقای لمنت توضیحات رو میده، ببینیم چه رأی رو خواهند داد. اگر اعتراضمون قبول شه یه توضیح هم به اونا میدن که امیدوارم که اینجوری نباشه. خیلی بد کار سخت میشه برای خیلی سخت میشه. واسه فیلم بازبینی کنی آقای لمنت رئیس کمیسیون داوران جهان از کشور ترکیه. اینجا حرکت ها اثر با هم ببینیم. اینجا وقتی که کامران فن اجرا کرد پلم نرفت. فن اجرا کرد تو پلم نرفت. کامران فن زد به پل نزد کشتیگیر. ببینید اینجا به این شکل بار دیگه من ببینیم. بعد اینکه پاشو در آورد با فن پیتو ببینیم این شکل پل اگه میرفت خب میگفتیم اون پل زده. این شکل اصلا پل نرفت. یه 4 امتیاز میتونم به کامران به اعتقاد من بدم یا بعد از اون که خاطر یا در 2 امتیاز بدم. 4 امتیازی به کشتیگیر روس دادن اصلا پل نرفت. کشتیگیر ما تو این زاویه که ما داریم میبینیم اصلا پل نرفت واقعا که بخوان 4 امتیاز به او بدم. اگر پل رفت باز هم فیلمو بازبینی میکنن. تو هیچ حالتی پل نرفت کشتیگیر ما. حالا این سال گوش میگه 4 امتیاز داشته که
ما چیزی که در دوربین میبینیم در زاویه دیگه ببینیم اینجا اصلا پر نرفت، اصلا پر نرفت. داور اصلا دو امتیاز بعد از اون 4 امتیاز دادن. این به این شکل بازم با هم دیگه میبینیم اینجا به این شکل موفق شد حریف رو بتابونه. حداقل اجرای فن 2 امتیاز برای ما یا 4 امتیاز برای ما، 4 امتیاز برای کادیوف اصلا نداشت، واقعا نداشت. حالا خیلی پیچیده هست، المنت هم فیلم بازبینی میکنه و باز رای ایران خواهند کرد. خیلی سرنوشت ساز هست. اگر اعتراض مورد قبول واقع نشه یه امتیاز دیگه بدن، خدای نکرده به این کشتیگیر کار خیلی سخت میشه. ببین که بله خدمتتون عرض کردم نداشت، واقعا نداشت، 4 امتیازش نداشت. ببینیم که حالا چه رأی رو خواهند داد. 4 برای روسیه و برای ما امتیازی در نظر بعد از اون خاک کرد، در کنار توی خاک کرد کشتیگیر ما. به هر حال 4 بر باز هم بهتر شد. اگر اون امتیاز اعتراض قبول نمیشد و 8 بر دوم میشد خیلی کار سخت بود برای ما. حالا ببینید که برای دیگه اقدام میکنه یک بار دیگه کادیوف شیر مایی که باز دیرگیری کنه. 3 امتیاز عقب هست روی دیرگیری حریف. خیمه سنگین میزنه، از همونجا ضد حمله خوبی هم اجرا میکنه. کامران نباید بذاره به 1 دقیقه بیشتر فاصله وقت نداره. حالا قوسش میکنه، رو قوسا خوب عکس جا خالی میکنه. به محض اینکه قوس میکنه هر گامهاش حساب شده و دقیق است. قوسا تو این کار استاد هستن، تو کار کردن دستها، تو پیچای کشتی و هر موقع رو قوس میکنه تا داره بم بزنه. اینجا زیرگیری در بندگشت حمله کامرانی که زیرگیری میکنه میره خاک کنه. خاک 2 امتیاز 2 امتیاز. حالا میره یه بار انداز بزن دلاور میشه رو سینه‌اش، یه بار انداز 2 امتیاز. 5 بر 3 میشه، 5 بر 4 5 بر 4. بار بعدی رو سعی میکنه به اجرا بذاره، باید مواظب بشه در کمند حریف اسیر نشه. اینا بدلکار هستن. داور اصلا کشتی رو سرپا میده. 27 ثانیه 27 ثانیه که برای ما 27 ساعت برای ما طول میکشه. این 27 ثانیه 27 ثانیه با پیروزی سخت و دشوار در مقابل این روس کشتی بلد. فاصله داره یه پیروزی با ارزش تا بره با والنسیا امریکایی کشتی بگیره. همچنان در سرشاخ باز هم سعی میکنه باید مواظب زیرگیری خودش حریفش باشه، دقت زیادی داشته باشه. باز هم برای زیرگیری اقدام میکنه. خیمه سنگین از کامران این کار نمیده. 12 ثانیه وقت باقی مونده. یک بار دیگه در تلاش است که بتونه شرط برای حالا کمتر از 10 ثانیه کادیوف زیرگیری میکنه، ناموفقه. کامران اداره میکنه کشتی رو. 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه. تمام 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 تمام. خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان. یک کشتی با یک پیروزی با ارزش، کشتی جانانه، کشتی فکورانه با غیرت ایرانی و تعصب ایرانی موفق میشه حریف خودش رو شکست بده. پیروزی شیرین و دلچسب و غرورانگیز کامران قاسمپور در مقابل کادیوف روس. به هموطنان عزیزم، به مازندرانی ها، به جویباری ها تبریک میگیم. دلاور ایران، ماندگار ایران، عشق ما ایران. حالا کادیوف نمیتونه از جای خودش بلند شه، باور نمیکرد. این هم چهره کادیوف هست، چهره کادیوفی که فکر نمیکرد برای بار دوم حالا تسلیم میشه، تسلیم کامران قاسمپور میشه در ضد حمله. چه زیری گرفت و به دومان رو خاک بارانداز و معبود دستش پرمانه. فرد پیروز بالا میره. یه پیروزی جانانه و شیرین و دلچسب تقدیم ملت عزیز ایران.